سلام دوستان، روزتون بخیر باشه. اینجا یکی از روستاهای زیبای اطراف نیشابور هست به نام بوژان و اینجا گفتم براتون ورقاتون رو بریزم. به نام خدا امیدوارم خوب باشید. اینجا داره در مورد این صحبت میکنه که فتنه، بدبختی، مرگ، نمیدونم خطر، مراقب باشید، صدقه بدید انشالله که به خیر بگذره و هرچی هست تموم بشه. کارت بعدی در مورد دیدار یهویی هست که یه دوستی شاید به دیدارتون به ناگهانی خوشحالتون کنه یا هدیه از طرفش دریافت کنید. یه انرژی مردانه اینجا هست که مقتدر، تاثیرگذار و مقامدار، کار مثبت انجام میده براتون. شاید خودتون باشید. کارت بعدیتون شایعات مخربی هست، شاید پشت سر این آقا یا یه آقا شایعه درست کرده. مسائل خصوصیتون رو نگید به همه لطفا. هفته دل راجع به حرف بزنه که کسی به شما ابراز علاقه میکنه که دوست داشتنش اعتمادی بهش نیست، هر لحظه شاید ولتون کنه و روابطتون شکسته میشه بر اثر خیانت و هر رابطه که داشتید منجر به گسستگی میشه. یه خانوم اینجا از انرژی خانومی هست که شایعات مخربی پشت سرشه. شاید همین شایعه ها، شاید همین رفتارها باعث شده که رابطه ها شکسته بشه. 9 دل داره میگه آرزوتون برآورده میشه، آمین، حاجت روا میشید اگه نظر کردید بپردازید. و 10 دلم راجع به موفقیت در کار و مسائل عاطفیتون داره صحبت کنه و تمام شدن تمام مشکلات. آمین. دروغ نگیم، لبخند رو لب داشته باشیم و سپاسگزار باشیم و شرایط سخت رو بپذیریم. شاید نتیجه اعمال خودمونه، نتیجه افکارمونه. نیتامون رو درست کنیم، نسبت به هم مهرورزی داشته باشیم و محبت کنیم، همه چی درست میشه. متشکرم ازتون. اگه دلتون میخواد لایک کنید، اشکالی نداره یه لایک بزنید، ممنون میشم. خداحافظ.